بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خیر مقدم و معذرت خدمت استاد پورجوادی که وقت رو یکم به خطا به ایشون من گفتم. ایشون هیچ نیازی به معرفی ندارن و در فرهنگ ایران، مخصوصا در دانشگاه‌های ایران، با تأسیس مرکز نشر دانشگاهی و انتشار کتاب‌های درجه یک دانشگاهی، مسیر فرهنگی دانشگاه‌ها رو واقعاً تغییر دادن. در مورد مولوی ایشون کارهایی انجام دادن، از جمله اون نسخه‌ای که 677 قونیه به نظرتون رسیده، ایشون فقط به همت استاد پورجوادی اون در مرکز نشر دانشگاهی چاپ شده و الان هم واقعا مثل کتاب‌های خطی است. و در مورد سماع میدانید کتاب‌های مکرری نوشته شده، از جمله اباحة السماع، حجت السماع مال انقروی که یه رساله کوچکی بوده درباره مسئله شرعی سماع رو اونجا مطرح کرده که من در نامه انجمن مفاخر اون رو ترجمه کردم و از رسید. ولی اصل سماع چی هست استاد پورجوادی میخوان اونو بیان کنن. من مقالاتی که سرمقاله هایی را که آقای دکتر پورجوادی در نشر دانش می نوشتند، من گاهی اونها رو باز برای دومین سومین بار به مطالعه میگیرم. اولین بار که میخوندم از عنوان اون من نمیتونستم حدس بزنم که این مقاله در چه موردی هست. مسائل مختلف، نشر و حقوق ناشر، حقوق مؤلف و مسائل بسیار دیگر که آقای دکتر این برای اولین بار در ایران مطرح فرمودن و این موضوع سخنرانی ایشون هم امروز یک سخنرانی ویژه‌ای حتما هست که استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخنرانی بنده اصل سماعه، یعنی که سماع از کی و چجوری و چگونه آغاز میشه و مسئله‌ای که من بهش میخوام بپردازم یه مسئله هنری و یا عرفانی، جنبه اینکه مثلا مجالس سماع و موسیقی و رقص و اینجور چیزا نیست. من راجع به اصل اینها میخوام صحبت بکنم و اینکه جنبه‌های به اصطلاح مابعد طبیعی این سماع که نظر مولانا راجع به اون جنبه‌های مابعد طبیعی یا حتی میتونیم بگیم ما قبل از طبیعه راجع به سماع و شنوایی اینها چیه. این را هم خدمتتون عرض بکنم که رفتن من به سمت این مقاله به دلیل خود این موضوع در مولانا نبود. یعنی اینکه من نمیخواستم راجع به مولانا اولا تحقیق بکنم ببینم که راجع به سماع چی میگه. من راجع به یه موضوع دیگری داشتم به طور کلی تحقیق میکردم و هنوز هم دارم میکنم، مربوط به عهد الست، آیه‌ای که در قرآن اومده که خداوند میفرماید که من ذریه بنی آدم رو از ظهور اونها از اصلاب بنی آدم اخذ کردم و با اونها خطاب کردم که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ و تمام این ذریات هم جواب دادن که بله شما، بله تو پروردگار مایی. راجع به این من مدت هاست دارم تحقیق میکنم و کتاب بنویسم و یکی از فصول این کتاب هم راجع به مولاناست که مولانا راجع به این عهد الست چیا گفته و نظرش چی بوده
و آیا نوآوری کرده، چیز جدیدی گفته راجع به تفسیر این آیه یا نه. یه بخشی از یعنی یه فصلی در واقع از این فصول دیگری هم داره این کتاب راجع به شاعران دیگه که اونا رو هم بحث کردم، ولی عمدتاً برمیگرده به مباحث و مسائلی که در قرون اولیه مورد بحث قرار گرفته و شکل گرفته. شاعرها دیگه دوره‌های متأخره و حرف تازه اصولاً ندارن بزنن. ما برای سخنان تازه زیاد نباید دنبال شعرا بگردیم. شعرای ما از قرن دیگه ششم به بعد مطالب بکر و تازه رو نمیگه، همون مطالب اعتقادات پیشینیانه که به صورتهای هنری، به صورت شعر و به یه زبان دیگری اینا رو، گاهی اوقات هم خیلی مطالب تکراریه و چون چیز جدیدی اینها هست. به استثنای بعضی از شاعران ما، مثلا در همین مورد عهد الست واقعا حافظ یکی از غزلاش بیداد میکنه تو در این زمینه، حرف تازه نیست ولی چیزی که داره میگه اصلا واقعا حیرت آوره. مولوی هم یه چیزای تازه راجع به این موضوع گفته و در داخل این فصل یه بخشیش از این فصل مربوط میشه به سماع، که سماع چیه، از کجا اومده و مولوی راجبش چی میگه. من شروع میکنم مقاله رو خوندم و در ضمنش یه توضیحاتی هم خدمتتون عرض میکنم. سماع در لغت به معنی شنیدن است و در اصطلاح صوفیان به معنی شنیدن آواز خوش و موسیقی است. اون هم در مجالس خاصی که صوفیان برای این منظور طبق آدابی برگزار می‌کردند و مستمعان در آن به وجد و حال در می‌آمدند. این گونه مجالس صوفیانه در قرن سوم هجری متداول شد و از همان زمان هم صوفیان با انتقادها و مخالفت‌هایی از جانب متشرعان روبرو گشتند. این انتقادها موجب شد که صوفیان در صدد دفاع از این مراسم برآیند و نشان دهند که برگزار کردن این نوع مجالس خلاف سنت پیغمبر نیست و در ضمن برخی از آیات قرآنی را هم میتوان به گونه‌ای تفسیر کرد که این رسم صوفیانه را تأیید کند. به عبارت دیگر مسئله صوفیان بر سر این بود که نشان دهند سماع با کتاب و سنت هماهنگی دارد. یکی از کوشش هایی که برخی از مشایخ برای توجیه سماع به عمل آوردن این بود که نشان دهند که اصل سماع یا سرمنشأ آن جنبه آسمانی دارد و در قرآن به آن اشاره شده است. این مشایخ معتقد بودند که اصلا شنوایی انسان با درک کلام الهی آغاز شده است. این نکته فوق‌العاده مهمه. اصلا انسان با شنیدن کلام الهی شنوا میشه. به عبارت دیگر گوش آدمی زمانی باز شد و آغاز به شنیدن و سماع کرد که خداوند متعال در آن گوش سخن گفت، همونطور که وقتی طفلی به دنیا می آید در گوشش اذان می خوانند، گویی که با الله اکبر قوه شنوایی او را به فعلیت در بیاورند. خداوند متعال هم بنابراین عقیده در گوش همه فرزندان آدم سخنی گفته و شنوایی آنها را بیدار کرده، اما نه در این جهان بلکه از نظر صوفیه و عرفا در جهانی که جانهای آدمیان پیش از آمدن به این دنیا زندگی می کردند. این جهان عالم، یعنی این عقیده که انسان قبل از اینکه نفس انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد متولد بشه قبلا در یه جای دیگه بوده، روح انسان در یه جای دیگه بوده. این در واقع یه نظر افلاطونیه. افلاطون معتقد بود که
انسان قبل از اینکه بیاد به این جهان در یه جهان دیگه بوده و همه این چیزایی رو که انسان در این جهان میآموزه قبلا اینا رو میدونسته، آموخته در جهانی که قبل از این جهانه و در واقع آموختن و علم و معرفت در این جهان همه یه نوع تذکر و یادآوریه. اینها هم صوفیه هم در واقع معتقد بودن که قبل از اینکه انسان بیاد به این جهان در جهان دیگر معرفت پیدا کرده، علم پیدا کرده. حالا تحت تاثیر افلاطون بودن، نه افلاطونیان بودن، اون دیگه یه موضوع دیگه است، بحث دیگه است. این جهان عالم ارواح، جانها، عالم جان، نه عالم جسم و اجساد، بلکه عالم جان و عالم روح، عالم ارواح یا ذریات بود. ببینید در قرآن اومده ذریه، با ذریات بنی آدم من این عهد رو بستم و این رو تبدیل کردن صوفیه و عرفا به ارواح. گفتم منظور از ذریه همون ارواح، در حالی که زر میگه عالم زر که میگفتن به معنای مورچه بوده و تفسیر هم میکردن، میگفتن خدا از پشت آدم این ذریه ها رو گرفت بیرون کشید درست مثل مورچه، تو دست خودش گرفت خدا، مورچه ها رو تو دست خودش گرفت. و عرفا اومدن تفسیر کردن، گفتن که این منظور روحه، تو جانهای آدمیان کار کرده. و عالم ارواح، حالا این عالم ارواح اینطوری در ابتدا میگفتن که این عالمی که خدا میاد عهد میبنده همین تو همین تاریخ ماست. یعنی مثلا فرض کن تاریخ ما از زمان آدم 6000 سال 7000 سال طول کشیده. قدما چیز این تاریخ براشون همین مقدار بود و اینا میگفتن که در همین تاریخ مثلا 6000 سال نه 10000 سال جلوتر خدا اینا رو گرفته از آدم، یا همون موقعی که آدم رو آفریده اینا رو گرفته، همون 6000 سال پیش. یعنی این عهد و میثاق رو در داخل همین این دنیا، در داخل تاریخ میگرفتن. ولی بعدن این از قرن سوم به بعد اومدن تفسیر کردن، تفاسیر عرفانی کردن و دیگه گفتن که نه، این در یه عالم دیگری بوده، اصلا توی این دنیا نبوده، در عالم دیگر بوده و در اون عالم هم دیگه ورای تاریخه. ورای تاریخ به اصطلاح، حالا کوربن ورای تاریخ رو میگه متا هیستوری، ولی در واقع یعنی نه به معنای ما فوق تاریخ، بلکه حتی باید گفت قبل از تاریخ، قبل از زمان. و بهش میگفتن ازلیه. و این عهد که بسته شده در ازل بسته شده، یعنی قبل از اصلا آغاز زمان و به همین دلیل ابدی هم خواهد بود. هرچی ازلی باشه ابدی هم خواهد بود. این مقدم. بردن اصل سماع به زمان و مکانی فوق زمان و مکان دنیوی قضیه رو به صورتی ماوراء طبیعی در می آورد. عالم جانها یا ارواح بر حسب تعریف ورای عالم اجسام و عالم طبیعت است. به همین دلیل بحثی که درباره اصل سماع در تصوف پدید می آمد بحثی شرعی نبود. مسئله چیزی فراتر از حرام و حلال بود. موضوع بر سر شناختی بود که روح آدم پیش از تولد به آن رسیده بود. شناخت خداوند و توحید مسئلهشون این بود. معلوم نیست که آیا نظریه شناخت افلاطونی یا نوافلاطونی در صوفیان تأثیر داشته است یا نه، ولی چیزی که صوفیان میگفتند در واقع همان مطلبی بود که نوافلاطونیان درباره اصل علم یا شناخت میگفتند. نوافلاطونیان معتقد بودند که علم عقل کلی که به یونانی بهش میگن نوس، که صادر اول است، با نظری آغاز می شود که او به جمال احدیت می افکند. ببینید در میان نوافلاطونیان آفرینش به این صورته که میگن خداوند واحد، حقیقت یکتایی است بی همتا، و بعد
اینطور نیستش که خداوند مثل یه معماری باشه که یه ساختمونی رو بسازه، بلکه خداوند مثل چشمه خورشیده، مثل خورشیده که همینطور نور ازش فیضان میکنه و اولین شعاع نوری که از خداوند میاد این رو بهش میگن نوس که ترجمه کردن به عقل کلی. مولانا اینو به کار میبره، ولی معمولا صوفیه این رو به عنوان عقل نمیگن، میگن روح اعظم. روح یا عقل به هر حال یک معنا داره و معنیش هم. حالا بعد یه تمثیلی به کار میبره که میگه وقتی که این فیضان دست میده و این روح اعظم از حق صادر میشه، این روح اعظم بر میگرده به اصل خودش نگاه میکنه و همین که بر میگرده به اصل خودش نگاه کنه چشمش باز میشه و بینا میشه. حالا پس بنابراین اوست که نظر به اوست که باعث باز شدن چشم میشه. همین رو در مورد گوش و شنوایی هم گفتم. چشم عقل کلی که صوفیان به آن روح یا روح اعظم میگفتند در بدو امر باز نبوده، بلکه با دیدن وجه حق تعالی بود که گشوده شد و عقل یا روح توانست جمال الهی را ببیند. ظاهراً درباره همین نظر نخستین روح است که سعدی میگوید من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. چون من به دیدن او دیده ور شدم دیگه نمیتونم به چیز دیگری نگاه بکنم. برخی از صوفیان همین مطلب رو در مورد سماع یا شنوایی میگفتند، یعنی اول چیزی که انسان شنیده است کلام الهی بوده و با شنیدن آن کلام بوده که انسان شنوا شده. این کلامی که روح انسان در ازل شنیده چه بوده؟ پاسخ این سوال را قرآن داده است. در سوره اعراف آیه 172 آمده است و اذ اخذ ربک من بنی آدم بن ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. در این آیه خداوند به پیغمبر میگوید که من ذریه بنی آدم را از اصلاب بنی آدم بیرون آوردم و به آنها گفتم که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری ما شهادت میدهیم. صوفیان مراد از ذریه را روح انسان دانستند و در تفسیر این آیه گفتند که خداوند با ارواح بنی آدم گفت الست بربکم و همه گفتند آری. در این آیه هیچ استثنایی قائل نشده است. این نکته مهمه. هیچ استثنایی برای این ذریه، یعنی همه گفتند، همه دیدند، همه گفتند آری. عهد با همه بسته شده و همه هم پاسخ دادند بلا. همین دو کلمه الست بربکم است که گفتند موجب شد که گوش انسان در عالم ارواح باز شود و شنوا گردد. بنابراین کلمه الست بربکم اصل سماع به معنی شنواییه. سماع یه معنای شنواییه. پس اصل این شنوایی، اصل سماع از اونجا شروع شد. گفتار خداوند با ذریات یا ارواح بنی آدم صوت معمولی نبود. صوت یا آواز خداوند نیکوترین و زیباترین آواز هاست، همانطور که دیدار او نیکوترین و زیباترین دیدار هاست. اصلا خداوند منشأ و مصدر همه زیبایی هاست. او چشمه است که همه زیبایی های عالم از او تراوش کرده. هر جمالی جمال الله است. آواز خوش در حقیقت آواز خداوند است. خطاب الست بربکم نه تنها گوش جان انسان را شنوا کرده، بلکه حس درک زیبایی و جمال را به او بخشیده است. همین که انسان میتونه زیبایی رو درک بکنه. شنیدن خودش یه چیز دیگه است، درک زیبایی و جمال یه چیز دیگه است.
علاوه بر اینکه انسان قوه شنوایی پیدا کرده، بلکه با شنیدن صوت خداوند این قدرت درک آواز خوش، آواز زیبا، صدای خوب رو هم پیدا کرده. با همان معرفت یا جمال شناسی است که انسان میتواند اصوات نیکو و زیبا را در این جهان تشخیص دهد. انسان وقتی آوازی زیبا میشنود در واقع متذکر همان آواز خوشی میشود که در ازل در عالم ارواح از خداوند شنیده است و همین یادآوری او را شور و حال میبخشد و به اصطلاح به وجد در میآورد. این اصطلاح صوفیه است. اصل وجد این است علت وجد و حال و جنب و جوش و رقص و هیجانی که در مجلس سماع به مستمعان دست میدهد. مجلس سماع مجلس درک آواز خوش و موسیقی دلنواز است و کسانی که این زیبایی ها را با گوش جان درک می کنند در سر سویدای خود متذکر آن آواز خوش الهی می شوند و لذا مجلس سماع مجلس تذکیر است. ذکر یعنی یادآوری. یادآوری چی؟ یادآوری اون عهد الست، یادآوری اون خطاب. تفسیری که ما از قول نظر صوفیان بود در قرن سوم. قرن دوم همچین چیزایی ما نداریم. قرن سومه. تفسیری که ما از قول صوفیان نقل کردیم تفسیری نیست که همه بدان قائل بوده باشند. همانطور که اشاره کردیم در قرن سوم فقط برخی از عرفا و صوفیه خطاب الست بربکم را به عنوان اصل سماع در نظر می گرفتند. از جمله این مشایخ می توان در نیشابور از یحیی بن معاذ رازی که اصلا رازی بود، اهل ری بود ولی رفته بود به نیشابور، این در نیمه اول قرن سوم، از همه اینا جلوتره. و در بغداد ذوالنون مصری و ابوالقاسم جنید بغدادی و ابو محمد رویم یاد کرد. در میان اقوال این مشایخ از همه صریح‌تر قول جنید است و صوفیان بعدی نیز وقتی خواستند خطاب الست بربکم را به عنوان اصل سماع معرفی بکنند به قول جنید در این مورد استناد کردند. قول جنید در ضمن داستانی نقل شده است که میگویند روزی جنید در خانقاه خیش در بغداد مجلسی دایر کرده بود. اولا اینو به شما اینجا عرض بکنم که در قرن سوم همه صوفیه یا همه اهل طریقت اهل سماع نبودن. مثلا در نیشابور ملامتی ها اصلا اهل سماع نبودن، اهل مجلس دایر کردن مجلس سماع نبودن، همه جا چیز نبوده. مجلس سماع رو عمدتاً صوفیان بغداد را انداختن و بعد تأثیر گذاشت در جاهای دیگه و بس کردن. ایرانی هم استقبال کردن. جالبه بدونید که تقریبا تا اونجا که من میدونم هرچی راجع به سماع نوشته شده، شاید 30-40 تا رساله و کتاب مختلف از قدیم آقای اصیل نوشته شده، اینا تقریبا همشون به وسیله ایرانی ها نوشته شده. ولی به هر حال اصلش در بغداد بود. البته خود اینا هم این مشایخ بغداد هم ایرانی بودن. مثلا این جنید خودش ایرانی بود. ابوالحسین نوری خراسانی بود. جنید مال نهاوند بود. و اولین کسی که سخنان بایزید بسطامی رو ترجمه میکنه به زبان عربی همین جنیده. یکی از جنید پرسید که شیخ چگونه است که مریدان شما همه آرام در مجلس نشستند، ناگهان قوال شروع به خواندن می کند، شاید هم به همراه آن دفی نواخته می شود. این اضافه خود بنده است. و ناگهان جنب و جوش و شور و حالی به مجلسیان دست می دهد و یکی دست افشانی می کند و دیگری پایکوبی. چرا این شور و حال به کسی که تا چند لحظه پیش ساکت و آرام نشسته بود دست می دهد؟ در پاسخ به این سوال که
جنید در پاسخ به این سوال است که جنید موضوع عهد الست را پیش میکشد و از خطاب خداوند با ذریات به عنوان نخستین چیزی که انسان سماع کرده استناد میکند. پاسخ جنید را عزالدین محمود کاشانی بدین گونه به پارسی برگردانده است. من فقط فارسیش میخونم. حق تعالی، خیلی ترجمه دقیق و خوبی هم هست. حق تعالی در عهد ازل و میثاق اول با ذرات ذریات بنی آدم خطاب الست بربکم کرد. حلاوت آن خطاب و عذوبت آن کلام در مسامع ارواح ایشان بماند. در گوش همه ذریات این شیرینی این موند، زیبایی این موند، این خطاب. لاجرم هرگاه که آوازی خوش بشنوند لذت آن خطابشان یاد آید و به ذوق آن در حرکت آیند. ذوق اونجا بودی که چشیدند. ناگفته نماند که برخی از نویسندگان مانند ابو عبدالرحمن سلمی، ابو نصر سراج طوسی، ابوالقاسم قشیری و ابو حامد غزالی که همه یا طوسی بودن یا نیشابوری اصلا به این موضوع نپرداختن. هیچ کدومش این چیزی که جنید گفته که اصل سماع اینا هیچ کدومشون تو کتاب‌های خودشون نگفتن. بنابراین چنین نیست که خطاب الست بربکم به توسط همه صوفیان به عنوان اصل سماع پذیرفته شده باشد. حالا اینو ما خواهیم دید که بنده معتقدم که یکی از عللی که مولانا در یه بحث ناقصی راجع به این قضیه کرده این است که منابعی که ازش استفاده کرده منابعی بوده که این موضوع و نظریه جنید در اون مطرح نشده از نظر تاریخی. پرسشی که در اینجا میخواهم مطرح کنم درباره نظر مولانا، بعد از این مقدمات، درباره نظر مولانا درباره اصل سماع است. آیا مولانا اصل شنیدن موسیقی و آواز خوش قوال را در مجلس سماع حقیقتا روحانی و آسمانی می‌دانست و معتقد بود که انسان در اصل با شنیدن خطاب الست شنوایی یافته و همکنون میتواند از شنیدن آواز قوال به یاد آن خطاب افتد و به وجد و حال بپردازد یا نه؟ اصل سماع برای او چیز دیگری بوده است. مولانا درباره اصل سماع هم در مثنوی سخن گفته و هم در کلیات شمس. و در اینجا باید بگوییم که سخن او درباره اصل سماع در این دو اثر یکسان نیست کاملا. به طور کلی سخن او درباره اصل سماع موسیقی در مثنوی تا حدودی مبهم است. وی در دفتر 4 در ضمن داستان ابراهیم ادهم 8 بیت درباره سماع و موسیقی و اصل آنها که البته جنبه آسمانی و روحانی دارد سروده، ولی اشاره‌ای صریح به عهد الست و خطاب خداوند با ذریات یا ارواح بنی آدم در روز میثاق نکرده است. در نخستین بیت از این ابیات 8 گانه میگوید: لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. در این مصرع اشاره او به این است که حقیقت موسیقی یا بانگی که از رباب، و این نکته قابل توجهه که درباره موسیقی داره حرف میزنه اینجا، حقیقت موسیقی یا بانگی که از رباب یا هر ساز دیگری شنیده می شود چیز دیگری غیر از آن بانگی است که به گوش ما می رسد. در آن مصرع ابهامی وجود ندارد، اما در مصرع دوم که در آن سخن از مشتاقان و خطاب به میان می آید مبهم است. همچون مشتاقان خیال آن خطاب، منظورش چیه؟ این منظورش از خطاب چیه؟ آیا منظور از مشتاقان ارواح اولیا اند؟ اینم خدمتتون عرض بکنم کسایی که میگفتن که در مجلس سماع اینها چیز میکنن، اینا اولیا اند، چون تقسیم میکردن و از زمان پیغمبر که حدیث بود که میگفتن که درسته که همه گفتن که آری، بله گفتن،
به اون خطاب علت. اما بعضی ها از روی صدق گفتن و بعضی ها نه، تقیه کردن یا کلک زدن، با اکراه گفتن. و اولیاء الله هن که مؤمنان حقیقی هستن که اینا از روی صدق و خلوص نیت گفتن بلا و بقیه نه. و در مجلس سماع هم اون کسانی که در واقع گفتن حقیقتا گفتن بلا، اونها هن که در این مجالس به یاد اون میفتن، بقیه نه. این است که میگفتن که هر کسی لیاقت اینو نداره که بشینه توی مجلس سماع. آیا منظور از مشتاقان، همچون مشتاقان خیال آن خطاب، اولیاء اند که در روز میثاق خطاب الهی را به گوش سر و با شنوایی خداوندی شنیده و وجه پروردگار را با چشم خدایی دیده و به آن خطاب پاسخ بلا گفتند یا نه؟ این ابهام را بعداً به کمک ابیاتی از دیوان شمس میتوان برطرف کرد. فعلا رهایش میکنه. ابیات دوم و سوم و چهارم توضیح مصرع اول از بیت اوله. این مصرع دوم همچون مشتاقان خیال آن خطا، اصلا ما واقعا مبهمه، نمیدونیم چی میخواد بگه مولانا. این که موسیقی در بیت‌های بعدیه که توضیح میده اون مصرع اول رو. این که موسیقی در اصل چیزی غیر از آن آهنگی است که ما از سازها میشنویم. آهنگ سازها موارد جزئی از آهنگ کلی و آسمانی است. ناله سرنا و تهدید دهل ابیات معروفیه. چیزکی ماند بدان ناقور کل. یعنی درست خیلی افلاطونیه. افلاطون معتقد بود که هر چیزی دارای یه مثال، یه ایده است و تمام این موارد جزئی اینا همه جزئیات و نمونه هایی است از اون. مثالی که میزد طبع بود، مثل اونها سرسکه است. سرسکه در اونجاست و بقیه تمام سکه ها اینا مواردی که ضرب شده با اون سرسکه. اینم در واقع همون حرفو داره میزنه مولوی که میگه ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. اون یه ساز کلی در عالم هست، مثل همون سرسکه تو زراب خونه و بقیه سازهایی که اینا همه نواخته میشه، اینا موارد جزئیه که از اون منشعب شده. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. نظریه‌ای که مولانا در اینجا بیان می‌کند افلاطونی است، به این معنا که وی اصل الحانی را که ما میشنویم مثال یا ایده آن میداند. مولانا این عقیده را از فلاسفه نوافلاطونی مسلمان یعنی اخوان الصفا گرفته است و ظاهراً منظورش از حکما همانها بودند، اخوان الصفا. مولانا این کسایی که بخوان رجوع بکنن میتونن به رساله موسیقی فصل ان الحرکات حرکات الافلاک نغمات که نغمات الایدان. مولانا گرچه نظر حکمای نوافلاطونی را به نام ایشان نقل میکند، اظهار نظری درباره آن نمیکند. این نکته همه این ابیات رو نقل کردن ولی توجه نشده به این که هیچ نمیگه، هیچ اظهار نظری نمیکنه. مولانا اینا رو نقل میکنه، میگه حکیمان اینا رو گفتن. به ما نمیگوید که آیا خود او به این نظر قائل بوده یا نه. به نظر میرسد عقیده او با نظر مؤمنان، چون بلافاصله میپردازه به این که حالا مؤمنان چی میگن. اینا حکیمان گفتن، مؤمنان اینو میگن. به نظر میرسه که نظر او با نظر مؤمنان توافق دارد که میگوید اصل این آهنگ ها که ما از سازها میشنویم بهشتیه. این سازها همه اصلشون بهشتیه. این برگای درخت نه همه چیزایی است که اعتقاد داشتن که موسیقی اصلش از اونجاست.
مؤمنان گویند کآثار بهشت نغز گردانید هر آواز زشت. ما هم از اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لحن‌ها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت، به احتمال بسیار قوی اینا رو از یه حدیثی گرفته، حالا من دنبال حدیثش نگشتم هنوز. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یاد ما آید از آنها اندکی. لیک چون آمیخت با خاک کرب، کی دهد این زیر و این بم آن طرب. در این ابیات هم اشاره، ببینید هیچ اشاره‌ای به عهد الست نیست. گفته اینا اصلشون، این موسیقی ها و اینا اصلشون بهشتیه، ولی هیچ صحبت عهد الست و اینا مثلا نیست که اصلشون مثلا آواز خوش خداوند باشه در روز میثاق، نیست. اشاره به جنید، به گفته جنید اصلا نکرده و نمیتوان از این ابیات استنباط کرد که مولانا اصل سماع را خطاب الست میدانسته است. تنها اشاره‌ای که میتواند یادآور ماجرای بیساق باشد این است که میگوید ما همه اجزای آدم بوده ایم، که ظاهرا منظور این است که ما همه ذریات آدم بوده ایم. ولی اولا، حالا باز به نظر من باز این اشاره کافی نیست برای اینکه بگیم ما این به عهد الست مولانا اشاره کرده. اولا مولانا از لفظ ذریات که در آیه الست آمده استفاده نکرده، میگه اجزا. و ثانیاً اینکه بگوییم موسیقی در آدم و اجزای او در بهشت تأثیر میگذارد، لزوما به معنی این نیست که این موسیقی خطاب پروردگار در روز میثاق است. از اینها گذشته مفسران اغلب بر این عقیده بودند که میثاق الست در بهشت بسته نشده است، بلکه پس از هبوط در نزدیکی مکه در وادی نعمان صورت گرفته است. نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که هیچ قرینه‌ای در این ابیات مثنوی نیست که آنها را با میثاق الست ربط دهد. و کسانی که پنداشتند که مولانا در این ابیات به عالم زر اشاره کرده و خواسته است بگوی عالم زر یعنی همون عالمی که درش عهد الست بسته شد، چون بعضیا گفتند، آقای مرحوم همایی در مولوی نامه میگه که مقصود از بهشت را در ابیات فوق عالم زر انگاشته. چرا؟ معلوم نیست چرا. و این عالم را تحت تأثیر پیروان ابن عربی، این عالم زر اینا عالم اعیان ثابته و مرتبه تقرر ماهیات و ذاهیات اشیا مانده است. از یه نظر این درسته، ولی تمام این اصطلاح، تمام این تعابیر و اینا مال ابن عربیه و پیروان ابن عربی و مال بعد از مولاناست اینا پیدا شده و اینا رو اومدن و منطبق کرده با این عینک مولانا رو دیدن. این یه اشتباه تاریخیه که خیلی مرتکبش شدن. به هر حال حالا بریم به سراغ دیوان شمس. در مثنوی اگرچه مولانا سماع موسیقی را به عهد الست ربط نداده است، البته در این ابیات، در دیوان شمس غزلی سروده است درباره سماع که در آن از استماع خطاب الست به منزله سماع جان یاد کرده است. در این غزل مولانا میگوید که گوش انسان یا شنوایی او خوی شنیدن آواز خوش را پیدا کرده است. از کی این خوی را پیدا کرده؟ مولانا در اینجا به این پرسش پاسخ نمیدهد. احتمالاً از ازل یا زمانی که آدم در بهشت بود. به هر حال این خوی را فرد آدمیان پیدا نکرده اند، بلکه در سرشت آدمی نهاده اند. به عبارت دیگر در فطرت انسان است که از شنیدن صوت زیبا لذت برد، خواه این صوت یا آواز زمینی باشد مانند آواز یا موسیقی زیبا و خواه آسمانی. خوی شده است گوی را،
خو شده است گوش را، گوش ترانه نوش را. کو شنود سماع خوش یا خوش، هم ز زمین هم آسمان. خوی شده است گوش را. گوش یه همچین خوی پیدا کرده، یه همچین تربیتی پیدا کرده که بتونه زیبایی رو درک بکنه. لفظ سماع در این بیت به معنی صوت یا آهنگی است که شنیده میشه. سماع که میگه، ببینید حالا میبینیم دیگه که یه معنای سماع اینه، صوت یا آهنگ. سماع یعنی شنیدن، ولی اون صوتی هم که، اون چیزی هم که انسان میشنوه، اون به اصطلاح اون ابژه که میشنوه، اونم بهش میگن سماع. لفظ سماع در این بیت به معنای صوت یا آهنگی است که شنیده میشود و سماع آسمانی یعنی صوت یا آواز آسمانی. اما این صوت آسمانی چیست؟ کو شنود سماع خوش، هم ز زمین هم آسمان. مولانا پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهد به نسبت آواز یا موسیقی زمینی با آواز یا موسیقی آسمانی اشاره می‌کند و میگوید فرع سماع آسمان هست سماع این زمین، وان که سماع تن بود فرع سماع عقل و جان. فرع سماع آسمان هست سماع این زمین، وان که سماع تن بود فرع سماع عقل و جان. لفظ سماع در دو مصرع بیت فوق به دو معنا به کار رفته. در مصرع اول به یه معناست، در مصرع دوم به یه معنی دیگه. در مصرع نخست سماع به معنی صوت یا موسیقی است که هم میتواند زمینی باشد و هم آسمانی. اما در مصرع دوم سماع به معنای شنیدن است که مولانا آن را به دو نوع تقسیم میکند. یکی شنوایی با گوش سر و دیگر شنوایی با گوش عقل و جان. بدیهی است که با شنوایی تن یعنی گوش سر انسان اصوات زمینی رو میشنود و با شنوایی عقل و جان اصوات آسمانی را. مولانا سپس به بیان تأثیر اصوات زمینی و آسمانی در موجودات میپردازد و آنها را با هم مقایسه میکند. ابتدا از تأثیر رعد در درختان سخن میگوید. نعره رعد را نگر، چه اثر است در شجر، چند شکوفه و ثمر سرزده اندران فغان. رعد در درختان تأثیر میگذارد و موجب میشود تا آنها به ثمر بنشینند. ظاهرا رعد در اینجا برای درختان به منزله صوت آسمانی است، اما برای انسان نمونه صوت آسمانی که باعث شکفتن و ایجاد او می شود خطاب الهی و پاسخ بلی از جانب ذریات است. این دو بیت که میخونم: بانگ رسید در عدم، گفت عدم بلا نعم یا بلی نعم، می نهم آن طرف قدم، تازه و سبز و شادمان. مستمع الست شد، الست رو داره بکار می‌بره، مستمع الست شد، پای دوان و مست شد، نیست بدو و هست شد، لاله و بید و زیمران. ماها بارها 3-4 بار بنده سعی کردم که این ابیات رو شرح بدم، توضیح بدم، خودم بفهمم که این چی میخواد بگه و هی نظرم عوض کردم برای اینکه دیدم رضایت بخش نیست. تا اینکه بالاخره باید عرض بکنم که همین این مقاله رو که داشتم تهیه میکردم ناگهان متوجه شدم که این مولوی در اینجا چیکار کرده و یه بار دیگه میخونم این دو بیت مخصوصا. اونای دیگه زیاد مسئله زان، اینا خیلی مسئله داره. بانگ رسید در عدم، گفت عدم بلا نعم.
مین همان طرف قدم تازه و سبز و شادمان، مستمع الست شد پایدوان و مست شد، نیست بدو و هست شد لاله و بید و زیمران. همه اینا راجب چیه؟ گل لاله و درخت بید و ریحان و این چیزا. اینا اومدن الست شنیدن، مست شدن، از عدم اومدن به وجود. چی داره میگه این مولانا در اینجا؟ در این دو بیت که آخرین ابیات غزل است، اشکالاتی چند از لحاظ معنا وجود دارد. اولا مولانا در اینجا از شنیدن خطاب الستو بربکم توسط گیاه و گل همچون لاله و بید و زیمران یا ریحان سخن میگوید، در حالی که این عهد الست در قرآن مختص ذریات بنی آدم است، نه موجودات دیگر. وانگهی در عالم میثاق یا عالم زر ذریات را ارواح بنی آدم دانستند و گفتند که در آن روز خداوند به این ذریات یا ارواح عقل و شعور و شنوایی عنایت کرد تا بتوانند خطاب الهی را بشنوند. گل و گیاه اصلا یکی از بحث هایی که در قرن دوم و سوم و چهارم همینطور بین همه متکلمین، عرفا، صوفیه، اینا درگیر شد و فقها، همه این بود که میگفتن که آقا این الستو بربکم که گفته، آخه این ذریات گوش مگه داشتن که اینو بشنون؟ درک مگه داشتن؟ مگه عقل داشتن که اینو بشنون؟ ذریات که چیزای ریزی هستش که خداوند از پشت آدم بیرون کشیده، اینا که عقل و شعور ندارن. پس چی خداوند میگه که من اینا رو که بعد میمدن میگفتن که نه، خداوند به اینا اول عقل داده، شعور داده. همین جنید میگه، مثلا کسای دیگه هم همینطور، اول عقل و شعور داده به این ذریات تا اینکه تونسته. همونطور که به مورچه مثالم میزدم، میگفت همونطور که به مورچه خداوند عقل و شعور داد که با سلیمان اینا وقتی که داشت میرفتن بالاخره شنید و حرف زدن مورچه ها با هم دیگه، خدا میتونه چیز بکنه. به هر حال بحث بر سر این بود که اون ذریات هم بر عقل و شعور آدمی رو پیدا کردن، خداوند به اینا عنایت کرد تا تونستن بشن. حالا مولوی اومده اینجا راجع به گل و بید و زیمران و گیاه، اینا این چطور همچین چیزی میتونه باشه؟ همچین چیزی اصلا نبوده. قبل از مولانا کسی راجع به کسی اینطوری چیز نگفته، سخن نگفته. گل و گیاه چطور ممکن است خطاب الهی را بشنود و با آن پاسخ بلا گوید؟ ممکن است گفته شود که مولانا در اینجا از گل و گیاه به عنوان مثال یا سمبل انسان استفاده کرده است، اما این توجیه قابل قبول به نظر نمی رسد، چه همه قرائن نشان می دهد که مولانا هرچند که می‌خواسته است در نهایت از سماع آسمانی برای انسان سخن گوید، ولی در این حال گل و گیاه را هم قابل سماع کردن می دانسته است. اشکال دیگر این است که مولانا خطاب الست را منشأ اثری دانسته است که معمولاً به خطاب دیگر الهی، یعنی قول کن در آیه کن فیکون نسبت دادن. اینو عرض بکنم خدمتتون، فقط بحث هایی که راجع به عهد الست و خطاب خداوند که الستو بربکم و پاسخ بلا و اینها، این یه طرفه یه بخشی از بحث هایی بوده که راجع به همین سماع، اصل سماع پیدا می شده. بعضی ها اومدن گفتن که آقا اصلا به طور کلی مخاطبات الهیه که باعث میشه که انسان شنوایی پیدا بکنه، نه فقط یه خطاب. مخاطبات الهی هم منظور چیه؟ تمام چیزهایی که خداوند گفت و به طور کلی دو تاست این مورد. یکی قول کنه که خداوند میفرماید که هر چی رو که من بخوام چیز بکنم، خلق کنم، حالا آیشه که آره کن فیکون، میگم کن و همه وجود میاد. حالا البته دیگه حالا من نمیخوام وارد بحث هایی بشم که آقا مگه موجود اصلا موجود بودن، گوش اصلا وجود نداشتن که هنوز
که این خطاب به اونا شد چجوری اینا چیز شدن، گوشت اصلا وجود نداشتن که گوش داشته باشن که با گوش بشتن. اینا دیگه حالا یه بحث های بعد اقوال مختلفی که چیز هست که بنده اینجا بهش نمیپردازم، جای دیگه راجبش بحث کردم بنده. خب با قول کنه، حالا ببینید این مولانا داره میگه که اینا با قول الست از عدم به وجود اومدن. یعنی در واقع داره چیکار میکنه؟ همون نقشی رو که اون یکی خطاب، یعنی خطاب کن داشته، اینا رو داره میده به این یکی خطاب. با قول کن است که موجودات همه از عدم به وجود میآیند، نه با خطاب الست. برخی از عرفا در بحث از سما هم خطاب الستو بربکم را و هم قول کن را نخستین مخاطباتی دانستند که خداوند با انسان کرده و از این طریق توانایی شنیدن را در او پدید آورده است. ذوالنون مصری قدیمترین کسیه که بنده پیدا کردم راجع به این موضوع گفته. یک کمی متأخرتر شیخ احمد جامع، اونم همین عقیده داشته. بعدها اصلا بیشتر توجه داشتن به همین قول کن که گفتن اولین قولی که خدا گفته و شنوا شدن قول کن بوده. مثلا فخرالدین عراقی و ظاهرا مولا صدرام تحت تاثیر فخرالدین عراقی همین حرف زده. به هر حال بعضیا میگفتن که فقط قول کنه، بعضیا میگفتن الستو بربکم، بعضیا میگفتن هر دو. آنچه در این دو مشترک است این است که، و حالا بنده اینو میخوام بگم که مولوی اینا رو خلط کرده، قاطی کرده اینا رو با هم. آنچه در این دو مشترک است این است که هر دو خطاب الهی اند و هر دو در عالم ارواح و پیش از آمدن انسان به عالم اجسام شنیده شدند، اما نقشی که این دو خطاب داشتند یکسان نبوده است. هر یک از آنها تأثیر خاصی داشته است. خطاب کن که مخاطبش همه موجودات بوده اند نقش تکوینی داشته و آنها را از عدم به وجود آورده است، در حالی که خطاب الست مخاطبش فقط ذریات بنی آدم بودند و نقش آن هم این بوده است که معرفت ربوبیت را در سرشت انسان قرار دهد، در فطرت انسان بگذاره. اما مولانا با تخیل شاعرانه خود این دو را با هم خلط کرده و برای خطاب الست همان نقشی را قائل شده است که به قول کن نسبت دادند. استماع قول کن است که اشیاء را از عدم به وجود می آورد، ولی در اینجا استماع خطاب الست است که اشیاء معدوم را پایدوان و مست می کند و با گفتن بلا به وجود می آیند. بنابراین بلا گفتن موجودات اقرار به توحید و ربوبیت پروردگار نیست، بلکه پذیرفتن قول کن است و استماع و پذیرش این قول هم البته به وجود آمدن است. اصل، حالا من باز برمیگردم به یه جایی، یه قسمت دیگر مثنوی. خلط مبحث فوق را مولانا در مثنوی هم مرتکب شده است. در داستان غلبه خواب بر عمر و سخن گفتن هاتف غیبی با وی که در دفتر نخست آمده است، مولانا تلویحاً هاتف را خداوند می‌داند. همیشه چیز نیست، هاتف همیشه خداوند نیست، ولی اینجا در اغلب موارد هست، ولی در اینجا مولانا هاتف رو خداوند میدونه و لذا سخن او را یکی از مخاطبات الهی به شمار می آورد. عمر خواب میبینه و خود خواب غلبه میکنه و سنگین میشه و چشمش رو میخوابه و خدا باهاش در خواب سخن میگه. مولانا این سخن رو یکی از مخاطبات الهی میدونه و بعد میره و راجع به حالا مخاطبات الهی و کلام الهی بحث میکنه. به همین دلیل میگوید که سخنی که عمر در خواب شنیده است خود اصل سماع است. اصل سماع این چیزیه که عمر شنیده در خواب. این چیه؟ کلام الهی. سر نهاد و خواب بردش خواب دید، کامدش از حق ندا جانش شنید.
آن ندایی کسل هر بانگ و نواست. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست. خود ندا آن است و این باقی صداست. مولانا در اینجا کاملا هم اینا مربوطن به، میبینیم به اون غزلی که در خدمت. مولانا در اینجا به دو نکته اشاره کرده است. اشاره او در بیت نخست به این است که عمر ندای حق را با گوش جان شنیده است، نه با گوش سر. این معنا را همه عرفا درباره خطاب الستو بربکم گفتند که ارواح بنی آدم در عالم میثاق کلام الهی را با گوش جان میشنوند و شنوایی ایشان هم در حقیقت شنوایی حق است. کلامی هم که با گوش جان شنیده می شود کلامی است بی صوت و حرف. البته این کلام به زبان حال نیست، بلکه به زبان قال است و به همین دلیل شنونده دارد. در بیت دوم مولانا کلام الهی را که کلام بی صوت و حرف است، چون چیز زبان حال رو هم کلام بی صوت و حرف میدونستم، منتها اون اصلا یه داستان دیگری داره که بنده توی کتاب زبان حال اینا توضیح دادم. در بیت دوم مولانا کلام الهی را که کلام بی صوت و حرف است اصل هر آواز و بانگی میداند. آواز و بانگی که خود از راه صوت اظهار می شود و با گوش جان شنیده می شود. این مطلب کاملا مطابق با نظر متکلمان اشعری همچون ابوبکر باقلانی است. به نظر من مولانا یا باقلانی رو خونده بوده یا آمدی، یک کدوم از این کتاب یک کدوم از این دوتا رو خونده بوده. به احتمال زیاد همین این باقلانی بوده. باقلانی نیز حقیقت کلام را که ورای صوت و حرف است اصل کلام میداند و کلامی را که به لباس صوت و حرف در آمده است فرع آن. از اصل کلام رو میگه که صوت و حرف نداره، میگه اصلا یه معنایی است که در نفس پدید میاد، قائم میشه، قائم به نفسه، یه معنایی است. کلام سخن اصلش اینه، صوت و حرف نیست. کلام الهی دقیقاً همون کلام اصلی و اصل هر کلام است. کلام الهی کلام حقیقی است، یعنی به قول اشاعره معنایی است قائم به نفس، معنایی که بی صوت و حرف است. آنچه با صوت و حرف بیان می شود در واقع کلام مجازی است و منظور مولانا از صدا که پژواک صوت است ظاهراً همینه. وقتی میگه صدا به معنای پژواک، چون اون که کلام بدون صوته، کلام بدون صوت که پژواک نمیتونه داشته باشه. پس چیه که اینجا منظورش از صدا چی میتونه باشه؟ یعنی همین یعنی چیز مجازی است، چیزی که صوت داره، حرف داره. در بیت بعد مولانا به ظهورات کلام الهی میپردازد، کلامی که به قول باقلانی برای موسی به زبان عبری یا عبرانی به قول خودش و برای عیسی به زبان سریانی و برای محمد صلوات الله علیه به زبان عربی بیان می شود. مولانا دقیقاً همین مطلب را بیان می کند وقتی می گوید ترک و کرد و پارسی گو و عرب فهم کرده آن ندا بیگوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ فهم کرده آن ندا را چوب و سنگ. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. جلوه گر شدن کلام الهی به زبانهای مختلف، همونطور که گفتیم مطلب تازه نیست. اهل هر زبان باید کلام الهی را به زبانی که میفهمند بشنوند تا بتوانند آن معنا را که حقیقت کلام است درک کنند. این نظر اشاعره است. آنچه عجیب است فهم کلام به توسط چوب و سنگ است. چطور ممکن است معانی که جای آنها در نفس یا در دل است در چوب و سنگ یا اشیاء بیشعور و بیعقل جای بگیرد؟ مولانا میداند که سخن او در اینجا توجیه عقلی ندارد
و به همین دلیل سعی میکند بعداً با توسل به نقل آن را توجیه کند و در ضمن به کسانی که از او انتقاد میکنند، کسانی که او فلاسفه میخوانند که در حقیقت معتزلند، ناسزا بگوید. اما در اینجا او همین بعد از این ابیاتی که همون داستان استان حنانه رو پیش میکشه و چیز میکنه، بعد هم انتقاد میکنه، انتقاد شدید، اصلا چیز میکنه، فحش میده به در جاهای دیگه هم همینطور به کسانی که مثلا قبول ندارن که اینها یعنی چوب و سنگ و اینها بتونن حرف بزنن و بشنوند. در اینجا او اظهار میکند که درک کلام الهی توسط اشیاء دارای زمینه‌ای است مابعد طبیعی، به این معنا که همه اشیاء در کائنات روزی کلام الهی را شنیدند. نه فقط چوب و سنگ، همه موجودات عالم کلام الهی را شنیدند و به آن پاسخ گفتند. این گفتگو نیز همان میثاق السته. خداوند به همه موجودات گفته است الست بربکم و آنها هم پاسخ گفتند بلا. البته این بلا گفتن در موجودات مختلف فرق داشته است. در اشیاء بی جان و بی عقل و بی شعور بلا گفتن همان به وجود آمدن آنها بوده است. یعنی انسان وقتی که گفته بلا واقعا عهد بسته در مورد ربوبیت پروردگار، ولی اشیاء بی جان بلا گفتنشون در واقع به وجود آمدن اونها از عدمه. هر دمی از وی همی آید الست. هر دمی یعنی یه چیز جدیدیه دیگه. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. گر نمی آید بلا زیشان ولی، گر نمی آید یا بلی زیشان ولی، آمدنشان از عدم باشد بلی. خلط مبحثی که مولانا کرده است در همین ابیات است و همان انتقادهایی که به غزل او کردیم به این ابیات مثنوی هم وارد است. کلامی که با آن موجودات هست میگردند قول کن است، نه خطاب الست بربکم. خطاب الست فقط در حق فرزندان آدم صادر شده است تا با ایشان پیمان بسته شود و به ربوبیت پروردگار معرفت پیدا بکنند. این پیمان و خطاب جنبه وجود بخشی نداشته است. جنبه وجود بخشی متعلق به کلمه کن است. مولانا که این دو خطاب را با هم خلط کرده است، قبول خطاب از جانب اشیاء را هم با بلی گفتن ذریات خلط کرده. میگوید که قبول خطاب که در انسان با قول بلا صورت میگیرد، در اشیاء بیجان و غیر ناطق با قدم گذاشتن ایشان از عدم به وجود صورت میگیرد. از آنجا که موجودات دائم در جهان پدید می آیند، پس عهد الست و قبول آن نیز که مایه هست شدن موجودات است باید دائمی باشد. دائم داره این موجودات هست میشن، این خلق جدید هی به وجود میاد، پس همه اینا دارن هی مدام عهد الست، قول الست رو میشنون، خطاب الهی رو میشنون و اینا بلا میگویند. در حالی که درستش این است که همه اینا دارن قول کن میشنوند و به وجود میآیند. نتیجه در هم‌آمیختن نقش دو خطاب الهی در کلیات شمس و مثنوی، اگرچه مسئله کلام الهی و تفسیر الست بربکم را پیچیده میسازد، تغییری در عقیده مولانا در خصوص اصل سماع پدید نمی آورد و می توان با استفاده از آنچه در غزل مولانا و ابیات مثنوی درباره عهد الست گفته است چنین نتیجه گرفت که وی اصل سماع را کلام الهی می دانسته است. به خصوص دو خطاب کن در بدء و آفرینش و الست بربکم در روز میثاق و عالم ارواح. البته سماعی که وی در اینجا در نظر دارد، لفظ سماع رو وقتی که در این موارد به کار میبرد، به معنای خواندن و شنیدن آواز خوش و موسیقی و به وجد آمدن در مجالس صوفیه نیست. آن سماع در واقع تجربه است مختص خواص مؤمنان، یعنی شرکت کردن در مجالس موسیقی یا اولیا.
مولانا وقتی از خطاب الهی و الستو بربکم یاد میکند درباره آن نوع سماع سخن نمیگوید، بلکه منظور او به طور کلی شنیدن است. مولانا این شنیدن را هم به دو معنا به کار میبرد، یکی حقیقی و دیگر مجازی. شنوایی انسان معنای حقیقی دارد، ولی وقتی از شنیدن سایر موجودات مانند سنگ و چوب سخن به میان میآورد معنای مجازی است و منظور از آن به وجود آمدن آنهاست از عدم. در مورد اصل و منشأ سماع به معنی تجربه هنری از صوت خوش و موسیقی، اعتقاد مولانا را باید همان اعتقاد مؤمنان دانست که معتقد بودند موسیقی در اصل پدیداری است، پدیده است بهشتی. در آثار مولانا هیچ نشانه از این که او با عقیده جنید مبنی بر این که اصل تجربه موسیقی و لذت بردن از آن از عهد الست ناشی شده است دیده نمی شود. احتمالاً به دلیل اینکه وی با منابعی که قول جنید در آنها آمده بوده است آشنایی نداشته و اطلاعاتش درباره سماع مأخوذ از آثار نویسندگان خراسانی همچون سلمی و قشیری و به خصوص ابو حامد غزالی بوده است. السلام.